مادرت راضی بود عمرت دراز گردد، در این جنت برویت باز گردد. مهر مادر در جهان بیگران است، جدا گشتن از مادر خیلی گران است. امروز هر کسی که در مصیبت گرفتاره، امروز هر کسی یک مشکلات بر سرش میآید، امروز هر کسی که خدایی نکرده که یک بلا در گرفتار میشود، بدو بست فکر کنه، بشینه انالیز کنه که کدام روز مادرش اشک ریزونده بود، کدام روز پدرش خفه کرده بود. تو کسی پدر مادرش خفه میکنه، اشک پدر مادرش میریزونه، پدر مادرش روز میگردونه، گپی پدر مادرش در زمین میمونه، حرمت عزت در پیری نمیکنه پدر مادرش، در همین دنیا تو گناهش نبینه نمیبره، اول عذابش میکشه بعد میره. چرا؟ این پدر مادر یک گنج بزرگه. میگه گفت رسول خدا حرف دروغ نگویی، هر کجا باشد رزق حلال جویی. اگر خواهی که از فیض الله نگردی محروم، ای برادر محبت را با پدر نگاه دارید مردم.